او گایز چطورین بچه‌ها؟ بنده متین هستم و خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که براتون وین آخر گرند چالش رو بذارم. بنده متین هستم و خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که با دک اسپارکی پلی بدیم بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. امیدوارم که کامل بشه و اگرم کامل بشه فکر کنم ضریب 10 میشه. این اکانتمون اکانت دومم هست. با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید و ویدیوهای بعدی من از دست ندید. اون زنگوله بغلش هم روشن کنید که هر موقع ویدیو گذاشتم میگم روشن کنید. بزنید روی آل که هر موقع ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که ویدیوهای منو میبینید و چالش های اینا. بزنیم استوب که تا پیدا کنه. خب دوستان پیدا کرد، رنکش 61 داشت. ایول بازیش خوبه، یعنی پرو پلیر خورده دیگه، سطح ویدیو بالاست. برو که ببینیم چی کار میکنیم. ایناست که بده. این چه دکی میتونه باشه خدا میدونه. یه دونه لیتر بدن یه گاردینش رو میزنیم ببینیم چی کار میکنه طرف. یه دونه اینجا باید اسپارکی هم بندازم از بک. خب میدونستم تیرشو میزنه. این تابلو بود دیگه. فکر کنم دکش چی میتونه باشه. دکش گالم اکسیریه. بله اینجا ما یه دونه چی میگن این دوهاشمون الکترو دراگو میریم. یه دونه پایر هم میزنیم روش بنازم. عالی عالی عالی. یه دونه ریج میزنم اینجا که بگیره رو تاور بنازم. فقط آجی اینجا رو چجوری دفاع کنیم. ایناست که بده. اونم میدونه ما اکسیر نداریم متاسفانه. یه دونه بازیش خوبه دیگه، پرو پلیر طرف. خب ما یه دونه باید مجبوریم که لیتر پرنس هم بندازیم چون دمیج سنگینی میدن اگه ولش کنید. خب با اینکه انداختم ولی بازم دمیج زیادی دادن. خب ببینیم چی کار میکنیم دوستای گلم. خب گالم اکسیری دکیه که خوب بازی کنید میتونید بزنید، مگه اینکه طرف هم پلیر نباشه دیگه. من یه دونه گاردین اینو میزنم آخرش، مجبوره اونجا رو دفاع کنه. دفاع نکنه دمیج سنگینی میخوره. خب یه دونه اسپارکی از بک تاور. یه دونه یه دونه فایرم باید بزنم اینجا. خب خوبه. عالی عالی دفاع کردیم. ببینیم چی کار میکنیم. فعلا که ما جلو این بازی رو. خب یه مینی پکام میریم پشتش برای رعب و وحشت واقعی. رعب و وحشت واقعی. ایناست که بده. یه دونه از اینجا فایر میطلبه، سریعا باید بزنیم که دیگه دمیج سنگینی نخوریم. خب باید یه دونم ریج هم میزدم اونجا، نمیزدم دمیج سنگینی میخوردم. یه لحظه فکر کردم الکترو دراگش جونش زیاده به خاطر اون از جلو انداختم. خب من یه خورده تمرکز کنم، معذرت میخوام دوستان. یه دونه فایر هم اینجا میطلبه بزنیم. خب خوبه. فعلا کاری نمی کنیم. یه دونه بربر میندازیم روی تیرم باید بزنیم سریع، چون نزنیم ضرر میکنیم. یه دونه هم ریج بنازم. جی جی. البته زدش بودیم اینم بگم. الکترو دراگش اذیت میکرد ولی چون فایر داشتیم زدش بودیم. بنازم. اینم بالاخره ضریب 10 شد با کلی بدبختی. و اینم اولین ویدیوی یوتیوبمون شد. عالی. بریم که نگاش کنیم، بریم این چستش هم باز کنیم. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. اگر پیشنهاد دکی اینا دارید که ویدیوی بعدی براتون نکات آموزشی رو بگم، چون بیشتر دکار بلدم،
سایکل هم هوک سایکل کم و بیش بلدم، ولی لاگ بیت هم مکس دارم توی این دک. خواستید بگید که براتون ویدیوشو بذارم. و اینکه این اکانت دومم هستش دیگه. اینم از ضریب 10. و اینکه ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید.